قضاوت و عدالت با مجازات این داستان مهدی خان داور می شود. سلام و درود خدا بر شما باد. امروز اومدیم با پارت 2 داوری و در این ویدیو قراره ویدیوهای مختلف بزنیم از صحنه‌های مشکوک ویار. اگر که توی این ویدیو 5 تا غلط بگیم و نتونیم از طول ویدیوهایی که بهمون نشون داده میشه اکثرش درست حدس بزنیم مجازات میشه و مجازاتمون 200 تا دراز نشست در یک روزه. اصلا با سابسکرایب چنل تو فرام برید سراغ ویدیو. این صحنه میگه این شوت انجام شده، توپ در اومده، دوباره ورده رو به وسط، بعد گل رو زده. من میگم آفساید شماره 20 خدا وکیلی. داور میره سمت ویار. اوت آقا درست گفتم آفساید شد. صحنه بعدی میارن جلو تاتنهام. آگوئرو با سر زد. آگوئرو با سر نزد. من احساس کنم آگوئرو با سر نزد، اونجا با دست فکر کنم. حتی هندشو بگی خدا وکیلی گل نیست. حتی هند فکر کنم آگوئرو گرفت. آفساید. حالا بالاخره ما گفتم گل نیست. من دیگه کنیم ضربه سر برگردون. این که گل نشد تا اینجا. اینم گل نبود به نظر من. بیاره بارو جمع کن. به نظر من اینم گل نبود اصلا. آقا بوفون اصلا دارم درست میگم. باز موتورم روشن شد. اینجا شماره 20 ساز میکنه، این ضربه سر میزنه، گل میشه. آفساید شد. آقا وایسا اینجا دیدی گفتم آفسایده. خدایی نگفتم آفسایده. حالا که مهدی خان سانت انجام میشه، خطاست. دوست دارید خطا نبود. اینجا ضربه زده میشه، اینجا شوتر رو میزنه. نه دیگه این گل نشد. خدایی این گل نشد. داور یه بگیر مستو. این گل من میگم ها. نه گل نشد، غلط کردم. گل نشد. دارم میگم غلط کردم. آقا اینجا پاس داده میشه، اینجا ضربه زده میشه و این گل میشه. اما یه مشکلی داره گل. آفساید. وای نگفتم. درست بود آفسایدش. دو تا از جونمون رفت، سه تا جون داریم. آقا با این تفاصیل ما میخوایم مجازات بچیم دیگه. اینجا که دی بروینه سانتر رو میکنه، هالند ضربه رو میزنه، آفسایده. مرسی. آفساید گرفتم من. اینجا پاس داده میشه، توپ آفساید همینه. همین آفسایدشه. این آفسایدشه. ممنونم آقای مهدی. مرسی آقای داور. بوسون کله کچله. دوستان از این چیزی که من متوجه شدم این ویدیوها همشون یه مشکلی دارن، ولی از این به بعد ما باید حتما درست بگیم چه مشکلی دارن. شاید هند شده باشه ما بگیم آفساید مثل سری پیش. پس اینجا ما باختیم. ببین اینجا میاد ضربه زده میشه، اینجا که هیچ. اینجا عمرن گل شده باشه ویدیو رو میبندم جدی. خفیسو. خدا وکیلی من نمیدونم کدوم مربی اسبی اصلا درخواست ویار داده. شدم داور اسب بود خودش درخواست داده. ببین اون دیگه کد چه خری بوده. سانت انجام میشه، برون فرناندز پاس میده، فکر کنم آفساید بود. باز دوباره میبینی حال میکنی. سلطان آفساید گیری. این آفسایده. 100% آفسایده. 100% این آفسایده. آقا شما نگاه کن این آفساید نیست. بفرما. واسه انجام میشه آفساید دیگه. این که آفساید است. این 100% آفسایده. 100 آقای رونالدو 100% این آفسایده. معلومه که این آفسایده. گم شو آفساید اون آفساید. آقا اون آفساید بود. قانون آفساید بگیری. حتی اگر بازیکنی خارج از زمینم باشه آفسایدش گرفته میشه. ضربه بعدی برگشت شده میشه. اینجا کار مهمه. گل شد فکر کنم. نه میرسی بار کلا. ببینید دوستان در نبود سه داور کناری، حد نگهدار، آفساید گیر، بالاخره داور تعویضی خیلی مهمه تو وی آر. خیلی مهمه. سه تا داور تو وی آر میشینن. تازه ما داریم یه نفر کارو همشون 10 نفر رو داریم میکنیم. حالا دیگه بالاخره مهدی خان عادل معروفه، ولی این گله نشد. گل بود. ما گل از آقا گل شد و قبل از اینکه بره جلو من گفته بودم. اینجا سلطان زلاتان ضربه رو زد. اینجا که اصلا هنوز گل نشده بود. اینجا گل شدش. اینجا پاس داده میشه آفساید. 100% آفساید. آفساید های خود رو به من بسپارید. من دارم بهتون میگم داداش اینا آفساید دیگه. من اصلا دارم میبینم، اصلا نیاز به توضیح نیست. مهدی خان آفساید بگیر معروفه. عمرن هیچی نشد. آفساید شد. چرا ریدیم. و ابوالفضل. اینم گله. این گله. اراده دارم خدمت شما. اینجا توپ رو میگیره، پاس میده. آفساید که نبوده مگر اینکه اونو خطا گرفته باشه. اینو خطا نگرفت. خطا گرفت. من گفتم مگر اینکه خطا شد. درست، من دارم درست میگم. اینجا چی؟ اینجا توپ رو میگیره، ضربه رو میزنه. نه این گل نیستش. این گل نشد. مرسی مهدی خان. یه ضربه زده شد. تیر دروازه. این که گل نشد داداشم. اصلا بذار نپذیرم. این اصلا گل نشد. بابا اسکول اینم گل نشد. 100% اینم گل. دیدیم گل شد. بابا نمیشه آخه از اینجا تشخیص داد. نمیشه. بازه گل که نشد داداش. گل که نشد اصلا گل نشدش دیگه. ممنونم. این گله. این من مطمئنم گله. این گله.
وای این همه داور نمیتونین تشخیص بدین، من تشخیص دادم. ضربه زده میشه، سانت روی دروازه تو برگشت شده میشه. این که گل نشد اصلا. نه این هنوزم گل نشده، هنوز گل نشده. برو کلا برامون ذهنت مهدی خان. نو گل عزیز من، نو گل. بابا پدر سگ، این 1 میلیمترم فاصله نداره با خط. من چجوری تشخیص بدم اینو؟ خب آقا اینو من درست میگم، خدا وکیلی اینو درست بگم. نه گل نشد، این گل نشد، خدای گل نشد. بله همونطوری که میبینید توپ یه ذرهش رو خط مونده، من نمیشه نو گل. حالا ضربه بعدی توسط این بازیکن اینم گل شد. دوستان اینجا رو ریدیم، گل نشد. گامشه گل دیگه. مگه میشه؟ از خودتون دارین در میارین به خدا. 100% این گل بود و من اصلا قبول ندارم. 100% گل. آقا وایسا میخوام تو ثابت بکنم. وایسا سوتیشونو گرفتم. سایه توپ رو ببین. سایه توپ رو زمین رو ببین. سایه توپ کجاست؟ سایه توپ 1 میلی روی خطه. اینجا رو نگاه کن حالا. خود توپ رو نگاه کن. خود توپ رو خطه. سایه توپو بگیر. حسین تو رو خدا سایه توپو بگیر. رو خط نیست. بعد جلوتر که میای این میره روی خط. آها ما هم خریم. ببینیم چقدر کیفیت داغونه. نه عمرن ریدیم گله. خودت نتونستی تشخیص بدی، میگی واچم گفته گل. خدای نگاه کن به کیا دارن مدرک داوری میدن. ما اینجا نشستیم جدی دارن میخواد برن داوری. من همه دارم میگم گل نیست. وایسا خدا وکیلی این گله. این گل 100%. میشه مگه میشه؟ من رو گرم میزنم. نمیشه که همچین چیزی آخه. بابا اینجا دروازه‌بان گرفته. خب اینجا که اصلا من با اینجا کاری ندارم. بعد خود نگاه کن آقا، نگاه کن کمر یارو اینجا. مگه میشه توپو گرفته باشه اینجاش؟ توپو گرفته اینجاش دیگه. اینجا میگیره بغلش میکنه توپو گله. شما اصلا داری یا سانتر میشه. این گله به نظر من. جان تو نه این اصلا گل نشد. نه گل نشد. مشخصه واسه کسی که این کارا باشه. اینجا سانتر انجام میشه، دروازه‌بان فکر کنم گلو نخورد. درست گفتم، اصلا کامل دارم درست میگم من. رونالدو اینجا حرکت میکنه. رونالدو اسپانیاس سر توپ میزنه. این آفساید داداش، این آفساید. اون نانی زد تو گل، آفسایدشه دیگه آقا. عصبانی میشه اونو اومد بزنی. آفساید نانیه. یا ببین اینجا لب خط اینا کن. نه رد نشده بود نانی زد. یک جون دارم. اینو خراب کنیم دیگه رفتیم واسه مجازات. آقا جان تو من اینو میگم من گل. برو بابا. من اصلا قبول ندارم. یعنی چی؟ به درس آبروی ما رو داری میبری. در این ویدیو ما فهمیدیم که مهدی خان بجز آفساید گیری هیچ قصد دیگه نمیتونه بکنه و بریم تو مجازات.